و بالاخره ما از بندرعباس رسیدیم به شهر مقصدمون در کانادا. فاز سوم سفرمون رسیدیم استانبول. حالا داریم بلیط پرواز میگیریم مستقیم از همینجا، نرسیده با فلانی پاره بریم به سمت مستقیم تورنتو که بعد اونجا دیگه اشاره بلیط بگیریم برای ساسکاتون. چکر تیکاش قرار برسیم. سلام مجدد. بعد از 4 ساعت استانبول که نشستیم فقط دویدیم بلیط رو تونستیم بگیریم، بارمون رو تحویل دادیم، همه کارا رو کردیم، خانم هم پول ازمون گرفت ولی همکاری هم کرد و بالاخره الان سوار پرواز شدیم. ترکیش ایرلاین از این چیزا در اولین بار ما داریم میبینیم. همه چیز انتخاب میکنی، بعد هدفون هم بهمون دادن، بالش دادن، پتو دادن، موز دادن، پرتقالا دادن دیگه فکر کنم 10 ساعت تا نیم فلان اون کاره تا انشالله برسیم. این هم مرحله جدیدی از سفرمون. چاکرم. و اینک ما اولین قدم های خود را بر روی خاک تورنتو میگذاریم. یانای من کجاست؟ اینجا یانای من کجاست؟ تورنتو رسیدیم بابا جانم. چاکریم. فعلا خیلی سفر طولانی بود، بسیار خسته کننده. ویدیوها از همه جاش گذاشتم. از بندرعباس با قطار رفتیم تهران، یه روز تهران موندیم، از تهران رفتیم استانبول، از استانبول رفتیم به تورنتو و از تورنتو چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردیم و علافیه ها و مکافات ها تا رسیدیم به شهر مقصدمون ساسکاتون. الان که اینجا یه فرصت پیدا کردم بعد از یه هفته از این جت لگ و این خماری شدید که برای هیچ کس نمیتونم بگم آرزوش میکنه من نمیکنم، واقعا سخت بود. اما خب وقتی برای این هدف باشه شاید نمیدونم ارزشش رو داشته باشه، ولی خب خیلی سخت بود. بالاخره امروز فرصت کردیم اومدیم سین نامبرمون رو بگیریم. الان اومدم کانادا سرویس و گفتم تو این فرصت یه ویدیو کوچیکی بگیرم و یه توضیح بدم این مسیر رو. تیکه های ویدیوشو میذارم. سخت بود ولی بالاخره شد. چاکریم. و بله بالاخره ما رسیدیم. خیلی سخت بود خدایی، هنوزم میدونم که خیلی سختیاش مونده و خلاصه بخوام بگم از این ویدیوها که دیدین ما از بندرعباس حرکت کردیم و خب میدونی که شرایط کشورتون قبل از عید و بعد از عید چجوری بود و ما از بندرعباس تو اوج حملات و این داستانا بودیم و خیلی سخت بود خدایی و خداحافظی از خود اون دورانی که اونجا بودیم سخت‌تر و مسیر سخت. یعنی هر اون چه که ما آماده کرده بودیم که هر اون چه که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که بخواد راحت واسمون پیش بره انگار ناراحت باید پیش میرفت. ما قرار بود از طرف دبی خیلی راحت با یه پرواز بیایم به سمت تورنتو و بعدش هم به ساسکاتون، اما خب پروازا کنسل شد. بعد دیگه اصلا هیچ پروازی نبود. تصمیم گرفتیم زمینی بریم. از بندر قطار بعد به سمت تهران گرفتیم، از تهران به وان که یهو پرواز تهران استانبول باز شد. ما هم پروازا رو که قطارا رو کنسل نکردیم، منتظر اگه پرواز پرید بعد کنسل کنیم، چون واقعا هیچ چیزی مطمئن نبود تو اون شرایط. ولی خدا رو شکر حالا لااقل پرواز تهران استانبول رفت و از استانبول به تورنتو و الان هم که در خدمتتونیم توی ساسکاتون. تصمیم گرفتم اولین ویدیو رو ضبط کنم. قطعا شاید کیفیت خیلی خاصی نداشته باشه، ادیت خاصی نداشته باشه، چون واقعا دسترسی خاصی ندارم هنوز توی لطفه که از ایرانیای اینجا. ما تو خونه شونیم به صورت موقت تا بریم خونه پیدا کنیم، وسیله تهیه کنیم و هنوز به ثبات خاصی نرسیدیم. ولی دوست داشتم که زودتر شروع کنم، هم از نظر ذهنی خودمو مشغول کنم چون میتونه کمک کنه برای ادامه مسیرم و هم این که شروع کردن خیلی بهتره تا اینکه بخوام فکر کنم کی بخوام شروع کنم. میریم جلو. 3 نفر آدمیم، من، میلاد، همسرم فریما و دخترمون یانا که با هم دیگه این مسیر رو شروع کردیم. خیلی تشکر میکنم ازشون که
همراهی کردن با هم تا اینجا، چون واقعا مسیر آسونی نبوده و ازتون میخوام که دعامون کنید، آرزوهای خوبتون رو برای ما داشته باشین که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و پیش ببریم. سعی میکنم حالا هر هفته نمیدونم هر چند روز یه بار تجربه جدیدی داشتیم بیام اینجا شیر کنم، با هم دیگه صحبت کنیم. حالا ویدیو اول شاید خوردم ادبیات من میخورده جدی شده، ولی تمام تلاشم میکنم که سریعتر برگردیم به روالمون و بتونم هر هفته اینجا ویدیو بذارم، با هم دیگه صحبت کنیم، گپ بزنیم و من از تجربیاتم تو این شهر جدید بگم، مخصوصا این که و اینم دختر نازمونه یانا. بیا بالا، بیا پیشم. یانا یه عزیز باباست، قلب باباست. با هم دیگه قراره این مسیر رو بریم با خانمم فریما که فعلا اینجا نیست، هست ها اون بره. چاکرتون. باید بریم همون ما؟ حالا نمیدونم هر وقت شد. من هم یه چیزی بردارم. بردار. این برداره از اینجا بیبیدم